بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من رسالة 48 سؤالا في الصيام لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، غفر الله له ولوالديه وللمسلمين جميعا. هناك ما بعوني الله سبحانه وتعالى رساله را به نام 48 سوال آیید روزه از آن شیخ علامه محمد بن صالح العثیمین دوام میدهیم. الله سبحانه و تعالی این کس را و والدینشان را و جمیع مسلمانان را مغفرت کند. ما در درس گذشته سوال یکم را خواندیم که المفطرات فی ما هي المفطرات التي تفطر الصائم، کدام شکننده‌ای هستند که روزه‌دار را ویران میکنند. خیلی جوابی با تفصیل را گذاشتیم. اما سوال امروزه باشد، سوال میتیم که هل قیام رمضان عدد معین ام لا؟ آیا برای خاطری قیام رمضان، یعنی برای نماز تراویح یا که نماز شب، یگون عدد معین هست یا نیست؟ شیخ میفرماید که لیس لقیام رمضان عدد معین على سبیل الوجوب، یعنی برای خاطر قیام رمضان یگون عدد معینه که به طریقی گویم یا که به طرز واجب نیست، یعنی گویم که واجب است همین قدر رکعت خواندن نیست. ولو ان الانسان قام الليل كله فلا حرج، اگر مبادا یگون انسان شب را تمامش را یعنی که به نماز گذراند یگون باکی ندارد. ولو قام ب20 ركعة او 50 ركعة فلا حرج، یا که یک شب را شب رمضان چیکار میکند؟ به 20 رکعت یا که به 50 رکعت میگذراند، باکی ندارد. ولكن العدد الافضل ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله، ولی همون عددی خوبتر و بهتر آن است که همون را پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم عادتا انجام میداد. و هو 11 ركعة او 13 ركعة، یعنی همون را که پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم انجام میداد او عبارت از 11 رکعت یا که 13 رکعت می باشد. فان ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها سئلت، چون که مادر مؤمنها عایشه رضی الله عنها را سوال کردند، گفتند کیف کان النبی صلی الله علیه و آله وسلم یصلی فی رمضان، پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم عادتا در ماه رمضان چگونه نماز میگذارید؟ فقالت، عایشه رضی الله عنها در جواب چنین گفت لا یزید فی رمضان ولا فی غیره على 11 ركعة، در رمضان و در غیر رمضان از یک رکعت زیاد از 11 رکعت زیاد چه نمیگذارید. رواه البخاری و مسلم. نعم. ولكن يجب أن تكون هذه الركعات على الوجه المشروع، ولی شیخ میفرماید که واجب است که این رکعات ها باید که به طرز شرعی باشند. نمازی یعنی اینها را در اینها یعنی که قانون های شریعت باید در اینها باشند. این رکعت ها کم بوده است گفته، یعنی در 5 دقیقه اینا رو خوانده تمام نکند. و ينبغي ان يطيل فيها القراءة والركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، ولی باید که چیکار کند؟ باید که در این رکعت ها قرائت دراز کند، رکوع و سجود و قیام بعد از رکوع و جلوس بین دو سجده، خلاف ما يفعله بعض الناس اليوم، عکس اون کارهایی که مردم امروز انجام میدهند. یصلیها بسرعت، مردم تیز میخوانند. تمنع المأمومین، اون کسانی که خصوصا امام باشند چنان تیز میخوانند که در پس امام ایستادگی را چی مانع میشوند که ان یفعلوا ما ينبغي، انجام دهند اون چیزهایی را که لازم است ان یفعلوا باید که باید انجام دهند. والامامه ولایه، یعنی امام شدن این یک ولایت است، یعنی که یک مسئولیت است. والوالی یجب علیه ان یفعل ما هو انفع و اصلح، والی که شد شخص واجب است که یک کارایی را کند که وی نفع آور و صلاحیتش بیشتر و بیشتر باشد. و کون الامام لا یهتم الا ان یخرج مبکرا هذا خطأ، امامی که غم و اندوه و تمام تلاش کوشش این باشد که
کی چیکار کند نماز تمام کرده به وقت برود، این خطا است. خیلی که بعضی امام ها خودشون در مسابقه خودی که مثلا گیریم پایگی میمونن دعوتاز میکنن خیلی نه. بنابراین بعضی کسایی هستن که در اول رمضان تا های هفته یعنی که مسجد ها رو تفتیش میکنن که کدام مسجد کمتر میخونه، یا مسجد میگن که یک ساعت میگن نه این نمیشه، و یا مسجد میگن که نیم ساعت میگن اینم نمیشه، و یا مسجد خبر میرسه به اونها. یک جای مسجد یفتم که در 15 دقیقه 20 رکعت میخونن به مانند این مرغی که دانه میزند میخورد، با میگن که این بهترین مسجد همین بوده است. لا حول ولا قوة الا بالله. بل الذي ينبغي ان يفعل ما كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يفعل، بلکه واجب آن است که همون کار را کنیم که همون را پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میکرده باشد، نه اینکه فلان امام بی سواد. من اطالت القیام، پیغمبر چیکار میکرد؟ طول قیام داشت، و رکوع در رکوع بسیار میساد، و سجود در سجود بسیار میساد، و القعود حسب الوارد، و مثال گیریم در چه در قعود در وقت نشستن موافق چه که وارد شده که است انا این تویانه که باید انجام داده شود، برای خاطر اینکه با مردم از پس امام نماز خوانده دعا کرده توانند طاقت داشته باشند. مردم باید که فضیلت نماز فهمیدنشون در کار اماما باید که فهمونن. دعاهایی که در سجود و دوای بعضی انسان هست غیر سبحان ربی العلا دیگه چیز نمیدوند، با ملالش میدوند که امام نیم ساعت اونجا سعی دعای این تمام شده. و نکثر من الدعاء والقراءة والتسبيح وغير ذلك، ما باید که بسیار دعاها کنیم، قرائت کنیم، تسبیح کنیم و غیر از اینها. سؤال سيوم: إذا صلى الإنسان خلف إمام يزيد على 11 ركعة فهل يوافق الإمام أم ينصرف إذا أتم 11؟ سؤال میتن که وقتی یک انسان نماز میخواند در پشت امامی که از 11 رکعت نماز زیاد میخواند، از 11 رکعت زیاد نماز میخواند، آیا همین کسی از پشت امام ایستاده موافق به امام 20 رکعت خواندن میگیره یا که 30 رکعت، یا که پرتافته میره وقتی که تا 11 رکعت رسید، یعنی به همراه امام 11 رکعت میخواند و باقیش پرتافته خانه‌اش و رفته میخواند، همین خیلی کردن میتونه یا نه؟ شیخ میفرماید که السنة ان یوافق الامام، سنت دلالت میکند که انسان باید که به امام موافق باشد، لانه اذا انصرف قبل تمام الامام لم يحصل له اجر قيام الليل، چون که این کس هم پیش از تمام کردن امام خودش تنها برآمده رود، برایش اجر و ثواب قیام لیل روی نمیدهد، یعنی که نصیبش نمیشد. و رسول صلی الله علیه و آله و سلم قال: من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام لیله. کدام انسانی که گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم همراه امام ایستد تا اون اندازه‌ای که امام از نماز رود، برای چنین کس نوشته میشود قیام لیله. هم خیلی صحیح رواه ابو داود و ترمذی و صحح الالبانی، شیخ البانی حدیث صحیح گفته است. من اجل ان ولی امام فهمان که خرسان میشن، اینجا نه شیخ البانی رو با چقدر یعنی که خرسان میشن که شیخ البانی در این وقت در کار است، حدیث صحیح گفته هیچ که نماز برآمده نمیرود، اما نمازی که میذاریم شتاب میخوانن نه رکوع به جا آورده میتونه نه سجود به جا آورده میتونه، بارک الله فیکم، بعد از فرض برآمده رفتن تو بهتر است اگر بینه که باعث فتنه نمیشه. نعم. من اجل ان يحثنا على المحافظه على البقاء مع الامام، چرا این گپ گفته است پیغمبر صلی الله علیه و سلم؟ به خاطر آن که ما را یعنی وادار میکند محافظت کردن ایستادن را همراه امام حتی ينصرف تا رفتن امام. فإن الصحابة رضي الله عنهم وافقوا إمامهم في أمر زائد عن المشروع في صلاة واحدة. صحابه ها را بیند رضی الله عنهم موافق امامشون کار و رفتار کردند در یک کاری که زیاده بود از نشان داد شریعت در یک نماز. و ذلك مع امیر المؤمنین، همراه امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی الله عنه یخل موافق آمدند. حين اتم الصلاة في منى، وقتی که نماز پره خواند در مینا و جای 2 رکعت پرش خواند في الحج در مراسم حج، ای صلاها 4 رکعت، یعنی 4 رکعتش خواند به جای 2 رکعت. مع ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابا بكر وعمر وعثمان في اول خلافته حتى مضى 8 سنوات كانوا يصلون ركعتين، با وجود اینکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم و ابو بکر صدیق و عمر و عثمان در اولی خلافتش حتی 8 سال بود پس همشون نماز میخواندند 2 رکعتی. ثم صلى ركعه، در آخر یعنی که عثمان رضی الله عنه و جای 2 رکعت 4 رکعت خواند. و انکر الصحابه علیه، انکارش کردن صحابه ها اینا ذلك، ومع هذا كانوا يتبعونه يصلون معه 4. با وجود این وقتی که وای از قولش نگشت هم 4 تا خواندن گرفت چیکار کردن؟
تابع شدن از او، همراه 4 رکعت نماز میخواندن، مخالفت نکردن. فاذا كان هذا هدي الصحابه وهو الحرص على متابعه الامام، وقتی که راه یا که نشاندادی صحابه ها چنین باشد، یعنی نشاندادی صحابه ها یعنی که قصد و مرام مقصدی امام صحابه چی بود؟ پیروی از امام، مخالفه امام نکردن بود. فما بال بعض الناس، پس چی شده است که امروز بعضی مردم اذا رأى الامام زائدا عن العدد، میبینن که امام از این عددی که الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد عليه وهو 11 ركعه، از این عددی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از این زیاد نمیکرد، یعنی از 11 رکعت میبینن که امام چی زیاد خوانده ایستاده است. انصرفوا في اثناء الصلاه، از بین نماز برآمده، در بین نماز برآمده میروند. كما نشاهد بعض الناس في المسجد الحرام، چخری که مشاهده میکنیم در مسجد الحرام همین کارها را بعضی مردم این کارا میکنند. ينصرفون قبل الامام، از امام پیش برآمده میروند، به حجت ان المشروع 11 رکعت، یعنی حجتش آن بوده است که در شریعت 11 رکعت نشان داده شده است. ان شاء الله سوال 4 میگیریم. همین تمام. سوال 4: بعض الاشخاص ياكلون والاذان الثاني يؤذن في الفجر لشهر رمضان فما هي صحة صومهم؟ بعضی انسان ها هستن که خوردن میگیرن، از آن دویمه داده ایستادن در نماز بامداد، یعنی از آن دویمه گفته ایستادن، این خورده ایستاده است در ماه رمضان. فما هي صحة صومهم، یعنی تا چه اندازه درسته روزی اینها؟ شیخ میفرماید که اذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر يقينا فانه يجب الامساك من حين ان يسمع المؤذن، یعنی وقتی که مؤذن با برآمدن یا که بدمیدن صبح یقینا از آن داده ایستاده باشد، واجب است به شخص روزدار خودداری کردن در وقتی که همون مؤذن میشنود. شنیدن زمانه واجب است دست کشیدن. فلا یاکل او یشرب، نمیخورد و نمینوشد. اما اذا كان يؤذن عند طلوع الفجر ظنا، اگر بگمان از آن میدادگی باشه، یعنی از آن دویم، از آن بامداد است که واقعا یعنی که یک گماندار باشد، دیگر لا یقینا یقین نباشد. كما هو الواقع في هذه الازمان، خیلی واقعا در این زمان و در این دوره روی میدهد. فان له ان ياكل ويشرب الى ان ينتهي المؤذن من الاذان، این کس میتواند خوردن و نوشیدن تا تمام کردن مؤذن از آنش را. این بود یعنی درس امروزی ما. صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا والحمد لله رب العالمین.